آقا امروز میخوایم خونه رو تمیز کنیم. بعد اول این گازه رو جابجا کردم، پشتش رو تمیز کردم. بعد یکی از چودنارم که شوهر عزیزم داشت برای سگمون غذا درست میکرد به چوب داد و سرش شستم دیگه. هی آب کشی تون 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 میذاریم سر جاش، دستکش رو در میاریم و اینطوری تپ 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 در میاریمش، میذاریم میفته. وسایل رو برمیگردونیم سر جاشون، همینطوری قاشقا رو چاقوها رو میذاریم میفته، میذاریم. بعد دوباره کاسه رو میذاریم توی کابینت تق. بعد سبده رو میذاریم سر جاش. بعد این اشقاف بشکا رو حتما جدا میکنیم میندازیم. پیازام خیلی گند آورده بودن، سبدو در میاریم میذاریم اونور. اینا غذای روزاره دیگه، جارو برقی. بعد با این دستمال فیری که از دیجیتالا نمیدونم چقدر خریدیم تمیز میکنیم سبدو دیگه. پارچه میذاریم که جارو برقی نکشیم، جارو کنیم. بعد پیازا همینطوری با این سیرایی که نمیدونم چرا 2 تا رو نصف کردم میذاریم سر جاشو. اینا میره و دیگه پس 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 پس. این دراور اتاق خوابو تمیز میکنیم، هی پیس 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 پیس. اینم میذاریم اونور رو، اینم پیس پیس. بعد هی دستمال، بعد جنگولیاش مرتب میشه. آینه رو به زور تمیز میکنیم. بعد یه جارو برقی و عروسکان هم میذاریم اونور. اینو میترکنیم دوباره جارو برقی، دوباره اومد در رفت. حالا تق تق تی 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 تا فردا صبح تی. اینم تمیز میکنیم و من یه ماچاپ بزنم، شما هم سابسکرایب کنین.